مالکان نوی ایمان اینترنشنل در شهر خوجند میگویند بسته سهمیه های این تشکیلات را از صاحبان قبلی آن با نرخی بازار خریدند و حقوق آنها پایمال نشده است. این نکته در یک نشست خبری در شهر خوجند روز 28 ایول در حضور خبرنگاران صدا داد. از این قبل محققان آسیسی‌آرپی مرکزی پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان یافته آشکار کرده بودند که ایمان اینترنشنل در یک عملیات پیچیده و شبهه‌ناک از دست مؤسسان تاجیکستانیش با نرخ ارزان گرفته شد و صاحبکار ایتالیایی وینچنزو ترانی بسته اساسی سهمیه‌ها را به دست آورد. مؤلفان تحقیق نوشتند در خریدن سهمیه‌ها صاحبکار ایتالیایی از پشتیبانی جمال‌الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی برخوردار بود. مالکان نو فاشکاری‌های ژورنالیستان تحقیقگر را بی‌پایه خواندند. Вы понимаете, если бы эта публикация имела под собой реальные основания, то میفهمید اگر این مطلب اساس می داشت ما حالا شاهد بازپس گرفتن امانت ها می شدیم، زیرا اگر تو را به فعالیت های ناشفاف عیبدار کنند مشتری ها بی‌ضابطه شده می روند. در تقویت این ادعا خود یریامین گفت سرمایه‌گذاران ایمان اینترنشنل همکاری را با این تشکیلات قطع نکرده بلکه ادامه می دهند. او افزود که اخیراً بانک اروپایی تجدید و رشد برای ایمان اینترنشنل 4 میلیون دلار قرض جدا کرد. در این نشست همچنان گفته شد خرید و فروش سهمیه‌های ایمان اینترنشنل زیر نظر مقامات تاجیکستان صورت گرفت و خلافکاری در آن روی نداده است. این داد و گرفت را بانک ملی، خدمات ضد انحصاری و هم کمیته انداز سنجیده بودند. بنابراین کسی را در انجام دادن عملیات های ناشفاف عیبدار کردن ناممکن است. خرید و فروش ایمان اینترنشنل که بحث‌های زیاد را به میان آورده است ماه مارس سال 2021 انجام شد. بر اساس آن شرکت میکروکاپیتال، بانک اروپایی تجدید و رشد و بانک رشد صاحبکاری FMI هلند به صورت عموم 43.5% سهمیه‌های ایمان اینترنشنل را که در دست سهام اساسی آن فاند خرد قرضدهی ایمان بود به 5.4 میلیون دلار خریدند. ایمان اینترنشنل یکی از نهادهای فعال قرضی در تاجیکستان می باشد که سال 2005 از سوی گلبهار محکمه و صنوبر شریفه تشکیل شد. هدف آنها از ابتدا رساندن خدمات مالیوی به زنان صاحبکار بود. تشکیلات ایمان اینترنشنل در سالهای اخیر به یکی از اشتراکچیان اساسی بازار بانکی تاجیکستان تبدیل شد و از سرمایه‌گذاران خارجی مبلغ‌های کلان قرضی جلب کرد. مشکل در کار ایمان اینترنشنل سال 2017 آغاز شد. در آن سال بانک ملی اعلام کرد که در کار ایمان و بانک اسقاط کمبودهای زیاد آشکار شده است. در پی اعلان بانک ملی رهبریت آن وقتی اسقاط و ایمان از مقامهایشان برکنار شدند. چند بعد بانک ملی با صدور یک قرار فاندهای را مثل ایمان عهدهدار کرد سهمیه‌هایشان را فروشند. این قرار بانک ملی به گلبهار محکمه و صنوبر شریف و انتخاب را جز فروختن سهمیه‌هایشان نگذاشت. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.